من روزی که داشتم میومدم آمریکا، اومدم فرودگاه دیگه خداحافظی کردم و اومدم این ور نشستم و اینا. حاجی گریم گیره، کجا دارم میرم، چیکار میخوام بکنم. یا تاقان زده من از ایران رفتم، یعنی داغان، روحی، ذهنی، مالی، جانی. من میگم اوضاعم خراب بود؟ نه داداش، اونجوری هم که فکر کنم سلامت بودم، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. خودش یه دنیا برای من ارزش داشت. حاجی رهام در آغوش پروردگار، رها. خدا همه چیز میچینه داشت من. رها که بکنی خودتو پیش پروردگار، همه چی درست میشه. من اعتقادی که به تو دارم، هیچ بنده تو در این کره زمین